این مرحله زیاده از 1000 ساله تاریخ خلق تاجیک مبارزه قهرمانانه سغدیان و باختریان با سروری اسپیتامین، عاقبت استیلای مقدونی ها، دولتداری سلفکیان، دولت یونان و باختر، امپریای بزرگ کوشانیان، تاریخ سیاسی، اداره‌کنی، اقتصادیات و اجتماعیات و فرهنگ پیشرفت اجداد را به طور مفصل تصویر می نماید. حالا در دست من نسخه خیلی زیبای کتاب تاجیکان، یعنی تهیه خیلی خوبی خلاصه های کتاب تاجیکان حاضر است. این هم از نگاه وقت یعنی صرفه می شود و هم از نگاه معنی، یعنی فشرده تمامی خیلی چیزایی هست که مثلا شاید عالم ها، اونایی که تخصصی هستند باید بخوانند در کتاب تاجیکان 2 جلده، اما این فشرده معنی و همه چیزی که ضرور است برای یک آدمی که اصلا با تاریخ سر و کار نداره و مثل یک سیاح تاریخ داخل این کتاب وارد میشیم. این کتاب حالا ما اودیویی داریم و به همین زودی این به دست مثلا حرفه‌ایان میرسه و از رادیو شنونده میشه و من خواهش میکردم که از شنیدن و از مثلا گوش کردن شما حتما لذت خواهید برد و وقت شما صرفه خواهد شد. این ثبت برباد نمیروه و آدمای درکاری اینو میگیرن، در خزینه طلایی یوتیوب کمیته رادیو و تلویزیون میمانن و این دسترس میشه و هر گاهی که بخواین شما از این استفاده میبرید. و من خیال میکنم که هر کسی که اقدام گرفته است این کارا مبارکش، دست در نکنه، سلامت باشین و برای مردم خیلی خیال میکنم که کمک خوب میشه.